تو این 3 سال اخیر کاملا زندگی من عوض شد. با به دنیا اومدن 2 تا فرزند پشت سر هم. دومیشو نمیدونستم. بله 2 تا. یه پسر همین پارسال بود دیگه. بله یه خیلی پسر. بله یه پسر 1 سال و 7. بله پسرم 1 سال و فکر می‌کنم 7 ماشه، دخترم هم 3 ماشه. آخه خیلی تبریک میگم. بله قربون شما برم، ممنون. واقعا میگم دوران خیلی عجیب و خیلی شیرینی رو دارم سپری میکنم. اسم پسرم الوینه، یعنی گل بهشتی. اسم دخترم هم ماهلین، یعنی مثل ماه. به به، خدا حفظشون بکنه. هم پسر خوبه هم دختر، ولی خب داشتن جفتش هم به نظر من خیلی نعمته. خیلی یه چیزی بگم، البته ناراحت نشین، متاسفانه یه باوری به هر حال ممکنه وجود داشته باشه که مگه بازیگرا اصلا میتونن مادر خوبی باشن، به بچه‌هاشون برسن. شما هم شنیدین لابد دیگه. بالاخره این ذهنیت متاسفانه وجود داره. ما الان خب خیلی از بازیگرامون مادر هستن. حالا من خب دیرتر مادر شدم، ولی خب خیلی ها هستن مادرای نمونه هم هستن. بعد خب بچه‌هاشون هم الان توی این عرصه دارن کار میکنن خیلی ها. بله نمونهش خانم تیموریان عزیز. بله خانم حاتمی عزیز، خیلی ها هستن.